میلینگ با معنی چیز روان کردن. روان کردن چی؟ روان کردن خط، روان کردن ایمیل، روان کردن اسناد یا میلینگ است. یا شما میخواهید در یک لیسا، در یک ساحه مثال کار میکنید، 1000 یک قسم لیتر برای به هر نفر جدا جدا کار میکنید. 1000 دارن تنها نام فادرنه موجب و چیزهای مختلف باشد. مثال دیپلوم جور میکنید، وزارت کار میکنی که مثال یا ریاست باشه که چی میده؟ مثال شادنامه بود. همین شادنامه باید ما یک فرمت جور کنیم که مینامه را تنها انزرت کنیم، باید که پرس کنیم یک دیتابیس واره باید جور شد و کلگی در یک وقت باید برش جور شد. ده هر نفر جدا واره خواهی فرمت. در یک دفتر هستی، یک خط روان میکنی با فواد و با کلگی نفر با مجولا و ویسه و کلگی میخوایی که یک خط روان کنی با 300 نفر. یک خط روان میکنی، مثال سکول جور میکنی، یونیورسیتی پانتون باز میکنی، یک چیز جور میکنی، مثال میخوایی که اندیواله تا از کسی که مثال کار میکنه در رشته برای شما انوایت میکنی. انوایت که میکنی باید کدام موضوع باید بری؟ میلینگ میرج به این باید امون خط برا، امو اوپنینگ اپ یونیورسیتی است، اینی باید برا و این باید برا با کلگی که روان میکنی. این خب با هر نفر که جور میکنی مشکل است یا نیست؟ ما میخواییم ما یک خط جور میکنیم، هم یک خط نامهش به تغییر نوشته کنیم، با کلگی شما میتونی که یاره چی کنیم؟ روان کنیم. خب پیش از این میلینگ که ما براتون گفتم که خط روان کردن و چیزاست، پیش از این انولپس داریم. انولپس توسط انولپس می توانیم که پاکت خط را جور کنیم. پاکت چی؟ آیا در پروگرام ورد خب ما زیاد چیزها را جور کردیم، پاکت خط جور میشه نمیشه؟ میلینگ چی کار میکنه؟ انولپس کی است؟ پاکت چیست؟ پاکت خط است. پاکت خط چی معنی؟ مثال این وقت که پاکت خط تو جور کردی، مثال ای تو فکر کو که یک انولپ است. اینجا که از ریترن ادرس نوشته میشه، شما انگلیسی را خواندی یا نخواندی؟ و اینجا که از دلیوری ادرس نوشته میشه، کدام؟ دلیوری ادرس اینجا نوشته میشه، ریترن ادرس اینجا نوشته میشه. دلیوری ادرس کدام ادرس است؟ انولپس جور میکنی، پیش که مثال پاکت روان میکنی با پوست یا پوست میل با پوست باکس میل میدادی که او را برات روان میکنه. آنه میتونی اینجا ما با مثال این خط روان میکنیم از این با رئیس کابل بزیا مثال جالا اینجا است با این روان میکنیم. اگر زیا این ادرس زیا را نوشته میکنیم که مثال زیا اینی ادرسش دنیا هندوستان اینی تلفن نمبر، اگر نرسید احیانا زیا تلفنش کار کرد زیا پاس آمد ریترن با کدام ادرس باید پاس ریترن شود؟ پاس باید باک باید با کدام ادرس شود؟ با ادرس خود باید چی شود؟ باک شود. خب انولپس است. توسط انولپس میتوانیم که آوان پیش از پیش میبرم که اینجا برای ما داد ما باش ما خب انولپس پاکت خط جور کرده میتونی چی؟ پاکت خط آیا ما این عملی چه قسم جور کنم؟ عملی این پاکت خط چه قسمی جور میشه؟ اینجا می انولپس کلک کرد. دلیوری ادرس هست یا نیست؟ با کدام ادرس روان میکنی؟ نوشته کرده که پونا اینجا پونا یونیورسیتی احمد زیا سلمبرش
تلفن نمبرش. دا آوتلوک خو ما نیو کانتینز نداریم که آوتلوک بگیریم بیاوریم. add electronic postage. اگر برقی پوستیج روان میکنی اتوماتیک پوستیج هم پست باکس واره یا فاکس واره یک میل است که فاکس که میره یا فاکس که میره که اونجا اتوماتیک پرینت میشه. پوستیج هم یک قسم یک چیز. اینجا اگر نرسید به اینجا به کدام آدرس باید آدرس باید ریتر شود. کابل افغانستان. یس باگریش ها ریتر خود تو روان میکن چرا غلط داشته میکن که غلط شو خط میره. ریتر آدرس باید اومد شود یا اومد نشود. اگر اومد اینجا پریس کنی ریتر آدرس چی میشه ببین از اینجا ما برگو گفتم بالا ریتر آدرس می یا نمی و را ببین اومد میشه نمیشه خطا. الکترونیک پوستیج پراپرتی پوستیج خو ما نداریم. آپشن یا پرینت یا اد تو ڈاکومنٹ. دا ڈاکومنٹ اد میکنی یا قسم دا ڈاکومنٹ اتوماتیک. یس ببین پاکت خطا کردم چی آمد پاکتش آمد. دی اگر شما اینجا دی انولپ بی دی انولپ شما میتونی که دا آپشن بی دی تغییرات بیاوری. فونت به چی قدر سایز باید باشد. سایز مثال 14 فرام لیفت از چپ طرف چی قدر مسافت داشته باشد. دلیوری ادرس است. از بالا به چی قدر ادرس باشد. دلیوری ادرس باید بولد ایتالیک سایزش باید 14 رنگش باید چی باشه اینی رنگش باید باشه. کدام ادرس شد دلیوری. ما پاس میم دلیوری ادرس فهمیدی ما میم آپشن ای خود دلیوری ادرس تلیشن بود هر چیش بود. انولپ سایز است. بالا چیز انولپ کدام سایز میگیری باش. سایز مختلف انولپ است. هر کدام سایز که بخاطر پاکت میگیری. ریترن ادرس کدام استایل باید باشه. ایتالیک باشه سایز 12 باشه ورد اندرلاین باشه رنگ شینی باشه. از طرف چپ باید چی قدر ای طرف بیه یک قدر. از بالا باید چی قدر بیه یک قدر. میبینی از دو طرف برای سایزم دادی و دیگه شما جورم کردی. این کدام ادرس بود ریترن وان. پرینتینگ ایج دیگه خو مشکل نیست خو بسیار آسان است. پرینتینگ آپشن که وقتی که پرینت اچ پی ابسجیت 3G سیریز سپید بیتوت کدام قسم باید پرینتر بگیرم. چی مانا پرینتر باید با کدام سیستم بگیرم. فیس داون یا فیس آپ. ایشوری پاکت کس ای باید چپا باید باشه یا راستا باشه. فهمیدی باید پرینت باید روی باید پرینت کنه که پاکت واری معلوم شود. یک قسم پرینت کنه یک قسم صحیح میں او رقم شما این رقم نوشته کنید. پشت پاکت نوشته میشه کنه پیشروی پاکت خود نوشته نمیشه. یس چک وایز اکشن. چک وایز با کدام سیستم با این سیستم یا اینجا میخواه که منوالی ترای اتوماتیک برای ما باید با این سیستم چی شو پرینت باید شو. رسل بالا دیوالی میارم. اوکی یک خط یک سیستم جور کنیم. اگر شما میخواه که envelopes option این style option یا option ما میم این style است ای بخاطر پید میتود. پید مانا
فیدبک وقتی که ای را چی میکنی آوتپوت میکشی و کدام سیستم باید کدام طرف باید پرینتر بگیره در پاکت ایپور که به ای سیستم به ای بار سیستم که این خود چی بود انولپ بود انولپ خو مشکل نیست انولپ خو جور کده میتونی در پروگرام وارد صحیح انولپ بخاطر انولپ یک ورق تو چاپ کدی انولپ جور کدی انولپ استیکر بود استیکر جور کدی سر انولپ استیکر آوردی آل شما میخوای که لیبل جور کنی چیز باز از انولپ اینجا لیبل داره توسط لیبل میتوانیم که لیبل بیاوریم لیبل همیش دستی لیبل هست نیست او را مارک نشانه بود او را عموما لیبل است همین کتاب چرا بوده ساری کتاب چه مثال لیبل نیست اگر لیبل ما برش بگم یک کلان جدول آورده لیبل است یک در آورده ما یک قسم یک لیبل میارم چی باید باشه مثال نیم اثر یکان کتاب چرا دیدی یا ندیدی صحیح فادر نیم مثال سکول سوزن ده ایجشه آفرین این لیبل است سکول و آخرش سبجکت این رقم یک لیبل شما میخوایی که بید 100 دانه چاپ میکنی 500 دانه لیبل در یک ورق باید بر ما لیبل چاپ شود شما میخوایی که یک چیز یک نقطه را میخوایی 100 200 500 دانه میخوایی به یک سیستم و شما چاپ میکنی بس پیچی میکنی لیبل هر چی که با شما میخوایی که یک چیز تکرارا بیاوری باید لیبل مراجعه کنی لیبل باید خورد و بسته میاره چی قسم میبینی name school subject say name school subject or address full page of same label single label یک لیبل میاری چند کلم باشه یک کلم باشه و یک رو باشه یک لیبل آورده میتونه ببین یک لیبل که گفتی حالا پرینت میکنی پرینت نمیکنی فول لیبل ببین میوره در صفحه یک لیبل آمد یا نه صحیح لیبل شد یا نشد قیچی که لیبل آمد شما میخوایی که نه ملینگ لیبل ما لیبل می آوریم خو میرم دا پشن یک بار دو در یک پیج دو دانه لیبل آمد یا نامد ما میخویم که نه یک در 4 سی پر پیج 30 دانه به در یک صفحه به چند دانه به 30 دانه به در یک صفحه به کنٹینیو پیٹ پرنٹر کنٹینیو کنانی بمی مائکروسافٹ بئی شکل مائکروسافٹ سے اس کی بندہ ہر کدام واحد بارے معلوم میشن سی پر پیج دوستو دیگر موارد موساد در سیستم جوری در دو تیبل یا مشترک خط نمیشه فرق باید نزدیک بود خب ببینید یک دام میاره برات کامپیوتر خب آسانی است که برات میگم ما یک اینجا نمیشه که زود پرینت کنی ببین 30 دانه برای چند چی کجا میاره در یک صفحه برای 30 دانه دارم میاره چقدر که گنجایش باشه فهمیدی شما که چند دانه بخوای او قدر لیبل آورده میتونی که لیبل آوردی کلا که پرینت کو یا گان چیزا که خانه خالی باشه در یک کامپیوتر که لیبل است استیکر استیک کرده
مثال میبینید این کامپیوتر هر کدام که شما کامپیوتر داره کسی اینی لیبل است یا نیست؟ سب لیبل ما میفهمیم که چاپ شو کاغذ خب ضرور نیست کاغذ فرق گیا هر چی که جور میشه موتور که مردم جور میکنه اول در کامپیوتر دیزاین میکنه که به این سیستم بازور کار شروع میکنه اول خدا کامپیوترش چیز دیزاین ضرور است هر چی که شما میبینید در دنیا امروز که در تکنولوژی نو که می و در کامپیوتر ضروری است که چوکی که جور میکنه چوکی پیرا به در که دیزاین شما ببینید که با کدام سیستم جور میشه چه قسم صحیح است غلط است بس سرش کار شروع میکنه یک قسم خانه است که مثلا یک کلام چیز شروع میکنه اتوماتیک پورا بعد شروع کنه که اول بیت ماشین و اول در کامپیوتر اورا کمپلیت میکنه در کمپلیت که در کامپیوتر کرده پروژه که خلاص شد بس کار سر شروع میکنه فهمیدی؟ استاد میشه یک دیزاین فرق کنه و همونجا اورا باز لیبل جور کنیم مثلا 20 دلار این به شکل استانداردش نه این با کمانड به خاطر همین دایرکت چی شده خیلی تو دیزاین چی نمیه رنگ مثلا دیزاین نه خواهی رنگ یک قسم رنگ میه که یک رنگ میه تکس میه کنترل پلس ان مثال to from address choose opening of what? Opening of universities. University. Alguna que شما یک کار لرد شکین یونیورسیتی را باز کن. Dear Sir or Madam, Madam, any universities یک خط جور کریه نکنی شما میخوایی که ایرا با کلگی مردم روان کنی با 500 نفر روان میکنی یک خط راست امو خط است ای با کلگی نفر روان میکنی یک خط جور کریه نکنی چطور ما میتونیم که از طریق ایمیل یا پرینت میکنی یا سافت کاپی را روان میکنی یا هارد کاپی را روان میکنی سافت کاپی پورا میگه که در کامپیوتر باشه سافت کاپی پورا میگه که در کامپیوتر باشه این هارد کاپی است در سر ورق باشه سافت کاپی اگر روان میکنی اینجا برای ضرورت اینی است که باید شما ایمیل کنی ایمیل اینترنت بر ضرورت میشه نمیشه اگر اینترنت یا فلاش برای تو فلاش برش روان برای بدون اینترنت اگر هارد کاپی روان میکنی سر ورق باید پرینت کنی مثل کارت ویڈنگ واره کارت عروسی کی جور میکنی یگان مردم است که کلان مثال کاربر دا پرینتر میشینه یک دانه خط جور میکنه کلا که نماز جور میکنه پرینت میکنه دی رقم خطا مردم خیرات باشه یک چیز باشه مردم را خبر آن ما چطور میتونیم کی را جور کنیم میلینگ میم start میل مرج لیتر واره باشه لیتر خو خواندی لیتر خو مو بود خلاص شد یا ایمیل مسیج انولپس لیبلز او ڈائریکٹری و لیبل میل لیٹر اینی پر دارا ڈائریکٹری در یک ورق میل لیٹر میتنی که ده چندین ورق بیاری یا نارمل ورد ڈاکومنت یا ای رقم نشد نارمل اینجا شما میخوای که نی स्टेप बाय स्टेप मेलमर्ज विजार्डिंग भारत में अवालिनी भी नेक्स्ट के कुनी बाजीनी स्टेप बाय सिस्टम मेरे नहीं स्टेप बाय स्टेप माले बाना मेरे अवाली इंच की याद गिरफ्त स्टेप बाय स्टेप शुमा ऑटोमेटिकली में पोमी मेलिंग merge choose from outlook contents
اتولوک مطلب پیش از پیش که تو گدام جور کردی دا اتولوک اسلی ما برتن گفتم موبایل نمبر واره یا دا دیتابیس واره یا نه یا یوز ان اگزیستنگ لیست از کدام که آل جور کردی کدام جه سی بس وقتی که شما جور میکنی اینی بلنگمیر در پروگرام ورد خو فرمات اکسس میگیره در پروگرام ورد فرماتی چی را میگیره؟ اکسس میگیره. ما اینجا میم تیپ نیو لیست تیپ نیو لیست اینجا میم مثال نیو انتری یا دلیت انتری کستومایز کالم اینی چیزا باید مکمل چی شود؟ باید دلیت شود. اول اینجا باید به مکمل یارا دیلیت کنی. زیب کد چی هست تو صفحه کامپیوتر؟ ها؟ زب کد هر مال که کدرس داره. خب نیم جور اول تو بود یا نبود؟ چی بود؟ تو. اوکی. دوام چی نوشته کرده بودم؟ فرام. اوکی. سوم چی بود؟ ادرس. اوکی. اپاس ایرا کدا مشکل نمیکنی یا دیلیت یا دیگارد میکنی یا موف بالا و پایین جا برش انتخاب نہیں امیرا کم سے تو اول ایمیل بچا بسیار روان میکنی فرام از کی است از که مثال از مثال یک پانتون است مثال پرمختگ انستیتیوت آف هایر ایژوکیشن ادرسی کدام جیست ادرسی کی باید نوشته شو بسیر مثال می از کارتنو دوام با بسیر روان میکنه با کی بسیر از کدام جا برش روان میشه از اینی ادرسش کجاست با رئیس سوم نور است نور از کدام جا برش پرام کی است پرمختگ کجاست نور مثال در باگرامی است سوم وسیم است وسیم کجاست وسیم از کی روان گو پرمختگ ادرس کجاست ستون دیگه قسیم است قسیم هم روان میکنی از کدام جا است پرمختگ هر کدام که قسیم ادرس کجاست شاره نو دیگه کیس عبد است عبد کجاست لوگار دیگه عبدالله است عبدالله پرمختگ انستیتیوت آف هایر ایژوکیشن ادرسش کجاست ادرس مثال ازی دیگه جانگل است جانگل کی روان کرده پرمختگ ادرس کجاست ادرس شمالی صحیح بازیگر کیست متیولا خان متیولا از کدام جا پرمختگ انستیتیوت آف هایر ایژوکیشن ادرس کیست کابل این مطلب اینه که ما 5-6 نفر نوشته کردیم تو مثال بچند هر چند نفر که خط روان میکنی اینوایت میکنی مثال اینجا دیگه است شمیم ادرسش نوروز آباد ایره کلگی آلی که نامه را نوشته کردی اینجا می یک نامی دیگه هم نوشته کردی مثال نامی دپلیکیت نور پرمختگ انستیتیوت آف هایر ایژوکیشن کدام ادرس شان است بگرامی نیو انتری
نیو انتری باید کدام چه باید انتری ناو میکنی یا دیلیت انتری کدام انتری را شما میتونی که اینجا دیلیت کنی دیلیت کدام میتونی که باید دیلیت شونو یا نیو انتری یا می فایند پیدا میکنی فایند د فیلد ای باید پیدا شو چی پیدا میکنی د تو باید پیدا شو چی پیدا شو جنگل است یعنی با جنگل فایند کرد جنگل یا نکرد جنگل یعنی زیاد 100% نامه نوشته که دیگه نفر وارد میگه نام نوشته نکرد ایره مانده شما سود پیدا آل فیلد پیدا کنه جنگل یاد میاد آل فیلد مانا ادرس و فرام و تو اینی مانا میتن تنها دیس فیلد امی یک فیلد مانا میتن یک فیلد ما برتان گفتم کنه single information about something یک فیلد دو فیلد سی فیلد اقبل این فیلد کستومایز کالم باز امودا کستومایز رفته میتن اینجا کستومایز است یا نیست صحیح زیاد کرده و کم کرده میتنی دیگه شما اگه میخوایی که یک چیز دیگه اضافی کنی اینجا اضافی کرده میتنی صحیح اگر شما میخوایی که کستومایز میکنی باید اینجا استادس شما میخوایی ارد شما یک دانه مثال دیر سر یا مدام اینجا ما دیانه ما سر کیست زیاست یا نیست زیا بصیر نامار اینجا نوشته کده میتونی مثال نور یا وسیم آره که نوشته میکنی یا نمیکنی اوکی کردی یارا دیتابیس باید یک نام باید نوشته شود در دسکتاپ سیو میکنی بنا میکی مثال سمپل سیو حالی چی مانا کدام مطلب داشت edit ایجا دیکھو پامیدی کی ٹائپ کری نیو edit the recipient list دری edit کردہ میتا نہیں چک سم edit پیدا چھو صورت میں کنی صورت میں بچی شوا بھئی تو شوا صورت ascending شوا ascending یا descending شوا صورت شو دینا فلٹر بخاطر سرچ استفادہ میشا the two field equal to हमरे ची मसाई भाषा the two के हमरे मशाई भाषा हमरे ची नूर या बसीर पैदा कर देना the two field हमरे ची बेद मसाई बुत बसीर पैदा कर पस भी गिना find duplicate یکتن با duplicate نوشته میبینی علاقه دیانه ایتی مثال شما خیلی تنه شد کنه بار duplicate جور کنیم یا روان کنیم پیدا که دیانه کنم find recipient مانا میتونی که ده کلگی ده table database هر چیز تو گم باشه پیدا میکنی ده field all field ده کلگی field یعنی data source و address و to from یا data sir یا تنات یک فیلد کدام فیلد هر فیلد کے برش دال validate address you need to install address validation نداره ایرا موکی کردی ایرا خواهم فامیلی یا نفامیلی فامیلی ایرا خو این مثال validation برش کرده کار کنم سمپل دیتابیس دی تغییرات نمیارم باز همو کامنت است دی ساها آلی دیگه باید شما چی کنی اینجا باید مرج کنی هیچ که مشکل نمانده تو مرج باز به اینجا فرام سومش اینجا کامنت با کامنت خوانده نمیشه یک جو دیگه جا بردم میرم مقصد خود حل می و میدیوم یا اصل
صحیح. آله جور کدیه که میل بید با کلگی جور شو بار چند نفر بود؟ تقریبا 10 نفر بود یا نبود یا 100 نفر باشه. اینجا شما می find recipient یا finish email merge, edit individual document, print document, send email address. ما اینجا میم یک کدامش preview the result. اینجا خجور کدی یا نکدی اینجا میم preview کده کدام کسی معلوم میشه توزیا پرمختگ address یا کدام دیدی یا نه یک کسی میم یا هم دو بکن شاب شده یا کده preview کدی یا نکدی پس preview میکشه دیگر میبینی preview انتخاب کدی امیر کمان داول می داخل می صحیح داول find recipient امور recipient هست یا نیست پیدا میگیره کام check for error. check for error مانا simulate the merge and report error in new document. اگر غلطی شد در document نو باید برای ما روان کنی خود ایره جور کو. complete the merge passing the report error each error it occurs. اگر کدام غلطی اکر شد امین جمل مرج برای ما چی کو چی report برای ما استارت کو. complete the merge without passing a report error in new document. هیچ باید report نباشه پاس نباشه استارت نباشه مرج برای ما کمپلیت کو. اولش خوب است این وقت غلطی شد پس ما میخوایم پریویو match fields فیل برای کار میکنه. اینجا می پرینتینگ داکومنت یا individual داکومنت کلیک میکنیم. مرج آل ریکارد برای تاله مرج کنم یا کرنٹ ریکارد کدام که کرسر است یا ازی ریکارد تا اینی ریکارد. ازی ریکارد مثال صفحه 3 تا 55 برای ما 55 صفحه خدایی سانا داره مثال تا 7 صفحه ای صفحه نه آل چقدر صفحات که کل لگی مرج چند صفحه شد یا زن نفر شد یا نشد اول بکی روان شد زیاد ببین به زیاد مارک جور کردی دوام بکی است سیام شمیم چهارم قسیم کلگی پرنت آوت ببین بار کدام جور شد یا نشد آسان یک نوٹ بود با کلگی جور کردی آله خبر شما ما درس بیدم کی قسم است که اینجا برو اونجا برو شما که داری ضرورت نیست چه بیانی ولی زود تایپ کو اینجا بس پر مرچ کو بس پرینت کو روان کو من خاطر ما برای دیتیلز درس بیدم که شما یک کامند شما یک کس است تو پرسان نکنه که اینو چیکار میکنه اینی چیکار میکنه شما باید بفهمید مشکل خونه بود فهمیدی سر شما میدونی که با کل یا میل روان پرینت میگیره پس در داکومنت خود میری پس اینجا finished print document print کنیم یا send email روان میکنی تو بکی روان میکنی اینجا باید یک ایمیل ادرس هم از اول باید جور کنی کنه ها که ایمیل ادرس بلانکی اول که اونجا رسیپینت هات میکنی یک ایمیل ادرس باید باشه یا نباشه سابجکت لین سلام ارچی که می کدام ریکارد آرن کارنت آلی اینی یا کرنٹ ریکارد یا پلانا ریکارد سوال نمیتونی یک نفر مشخص کنی ولی چرا نمی کرنٹ ریکارد اینجا رستاد شده هر کدام که پریویو کردی کوئی روان کنه صحیح اونجا پیش رفته و آباده میدن یا نه این رقم نشو کنه که چقدر آسان است اول فایل کو با یک نفر مثال بنور روان میکنی فایل آن خدا پریویو دا حالات پریویو است کنه در این صورت خود فایل نمیکنه این مثال ششم نور شد یا نشد فایل شد امی نور را چی میکنی شما میخوای ایمیل کنی تنها کرنٹ چی باشه ایمیل ادرس اینجا میگیری ایمیل اتوماتیک می اوکی کو اتوماتیک باکی روان میشه بنده روان میشه و برای تنوال گفتم که ایمیل ادرس باید صحیح سالم دی صاحبت که شما میخوای ایمیلش که به ایمیل روان میگیری خط چی کسش ایمیل باید هم باشه سخت نیست صحیح
دی فینش خو فهمیدی دی داکومنت خو مکمل دی پریویو ریزالت خو فهمیدی فینش و پریویو اشکال خدایی نیست و هایلایت مرج فیلدز هایلایت میشه نمیشه کدام فیلد داره شما میخواهید که مرج کنی و برای ما چی شما باید دیزاین خو برای از دیزاین کنی دیزاین خو برای تو کلا مشکل نیست دیزاین خو برای درس داره و دیزاین هرچی که میکنی خو یک کماند بود دیگه کماند بود یار از جایی تو پرسان میکنی مشکل خو جور نمیکنم نه کلا یه دیزاین میشه address blocks greeting line insert merge fields و اینجا match fields و رول قوانین ای بس خیر برات سبا درس میدم امروز پریویو ریزالت و امروز خوانده بس هست؟ نہیں